چطوری میتونم جلوی خیانت همسرم رو بگیرم؟ یه راز خیلی مهم درباره خیانت وجود داره که هر کسی اونو نمیدونه. واقعیت اینه که خب خیانتو که 100% نمیشه کنترل کرد، ولی با این 3 نکته‌ای که بهت میگم میتونی احتمالش رو به حداقل برسونی. نکته اول، هیچ وقت نذار رابطت سرد بشه. آدما همیشه از رابطه‌ای که توش حس خاص بودن نکنن دیر یا زود دور میشن. نکته دوم، شفافیت داشتن توی رابطه. اگه همسرت نتونه راحت با تو حرف بزنه، درد دل کنه و مشکلاتش رو بیان کنه، یه روزی یکی دیگر رو برای درد دل کردنش انتخاب میکنه. و نکته سوم این که همیشه جذاب بمون. این جذابیتی که میگم فقط رسیدگی به ظاهرت و جذاب بودن ظاهرت نیست. منظورم اینه که سعی کن همیشه افکارت و باورهات و رویاهات رو بروز بکنی و دنبال کسب آگاهی باشی. ببین عزیزم، زیبایی ظاهری شاید یه روزی تکراری بشه، شاید یه روزی از بین بره، ولی اون آگاهی و دانایی و زیبایی درونی و باطنی هیچ وقت تکراری و خسته کننده نمیشه. حالا تو بهم بگو ببینم، به نظرت دلیل خیانت چه توی مردان و چه توی زنان چی میتونه باشه؟